غزال نایت چرا بار دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است؟ نشر آهنگ جدید غزال نایت و رقابت غزال نایت با آریانا سعید ملکه دلهای افغانستان. غزال نایت اکنون کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون این موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای بیشتر کانال ما هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند خوش صدا، موفق و نام شناخته شده در صنعت موسیقی افغانستان است. غزال نایت آهنگ‌های بیشماری به زبان‌های شیرین دری و پشتو برای علاقه‌مندان ثبت کرده است. غزال نه تنها هنرمند خانواده‌اش است، بلکه خواهرانش هم از جمله هنرمندان خوب کشور می باشد. غزال نایت کارهای هنری خود را با استاد نظیر خارا آغاز کرد و چندین آهنگ دوگانه با نظیر خارا اجرا کرده بود. غزال نایت در کابل بانک کار میکرد و بعد از ورشکست شدن این بانک، غزال با خانواده‌اش به کشور کانادا رفت و در کشور کانادا با آهنگ‌های دوگانه با قیس الفت در پرده رسانه ها چهره‌اش ظاهر شد و مورد حمایت و تشویق فراوان علاقه‌مندان و طرفدارانش قرار گرفت. غزال نایت و آریانا سعید هنرمندانی هستند که همیشه در رقابت با هم دیگر هستند. این روزها نشر آهنگ جدید غزال نایت مورد انتقاد شدید طرفداران و علاقه‌مندانش قرار گرفته است. علاقه‌مندان غزال نایت وی را انتقاد در انتخاب شعرهای آهنگش کرده است. هرچند ویدیو کلیپ این آهنگ خیلی زیبا می باشد، ولی شعر این آهنگ خیلی ساده و عامیانه می باشد. ولی هر هنرمند طرفداران و علاقه‌مندان خاص خود را دارد. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.